امام علی رحمانه، مذهب امام علی رحمان نبروه. حاجی میرزا خودش میگه که ای مذهب یا وجب نبره انشالله جنت میره. جنت قطعی شما میریم. اعوذ بالله. حجاب فرض های معلموشون، حجاب فرض الهی های معلموی که درس میتن سر لیج مایمونو همه هوی استغفرالله. یه مردم توجیک بنام اگه گمراه شده، مردم توجیکستان گمراهشون کردن. یک جمعه رای لینوباد مثال خوجان راکی باشی یا کلوب راکی باشی پریوال داره میان شافیور را بیرات میکنن. شافیور را بیرات میکنن. نه شافیور نباشی با یکی. برای چی؟ برای متصاکی میزنن آواری میکنن. اعوذ بالله. این شافیوری که رای آخرت هم بوده سه ملا علم شافیوری ماه کمی که زنانی نداره، کمی که علم نداره، او شافیورمونه. او گرجای منبره او جهنم را ما یکاش جهنم میریم. او اگر جهنم را ما جهنم ما دیدیم که الله خود ما باید با قرآن با حدیث چنگ بزنیم. خود چون میگن نه که قرآن حدیث چی میگن؟ میگه که معلم تون ای اعوذ بالله تا اول بگو که علمو بگو ای تو اول حجاب تا بجوب بعد بگی مراد است. عقل نداری. عقل داشته باشی تر الله امر کسی که سر تا با چی هایو نمی چی کتنی دین نمی چی دین میگن کدام دین؟ او دینی که شما میگن در تاجیکستان کو والله بالله تعالی او دین ما نمیشناسیم. او دینی که و میگن کتنی نمی چی دینی دموکراتی الله علم دینی او دین امام علی هست. همه یازی فقط هم قمانده که او تاغوت بگو میگه که ای نه کفر بگو میگه که چقدر حجیه چقدر نامی اسلامی داره کو الحمدلله میگم مسلمان کو بیا ما یهودی را اشکال میتو قرار میکنه کیف میکنی. الله اکبر. در مسکو الله کو قابل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگم وکی جون ما بتونجنه که یهودیه خونی مسلمان میخره. انا عاشق کایمو خطویمو دنامیه کی وقت شده 70 سال کمونیستا ما را خواستن دین مونه دیگه کنن. ما میدونیم کلمه ما دولتی ما کمونیست دیگه ما او را گوش نمیکنیم. فقط تبلیغ در بایم سمیش تبلیغ نگه که گوه خدا بترسین شوکو اسلامی در دوره سیوز در دوره کمونیستی همه فرمو کک ندار باید فوره این کارتا میکردن یا چی میکردن. من پتسم بدم که میشنویدم که مزاق میگه که نه فرمه روسی که نه خیلی که مزاق بود یک شرم بود. امروز 20 چند سال شده این پدی کمگه بولی دولت اومد نوش امام علی خیلی علی امام علی نام علی خودش مجاهد بود. علی چهارم خلیفه مسلمانو بچه ما که رسول الله داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز نام علی اومده برزیدی مسلمانو زدیده برزیدی مجاهدین تلخش میکفه. این فرعون یگانه این پروستا لیتو ماسک کشیدگی امام علی یگانه یهوده اعوذ بالله. خارون در پیش ایکو دستوگیری نمیشه. فرعونی اصلی ما نمی امام علی هست اعوذ بالله. همه کمانده که خدا اعلانش کنن آخره ای شاه عادلی ما نمیشه اعوذ بالله. نخواست ظالم عادل بگوی اما بیچاره خودش میدونه که ظالمه. اما بیچاره خودش میدونه گپش سمیه خودش دمه میگون. من این گپی هوایی نمیزنم. من این گپی را میگون که این گپ ایستینیه که گپش اما رستم جانش دارد. من این پتینکش بوری نمیگذارم آخه گپش دیگه مردم دارن آخره آخه خیلی خوب شما میگن علمه مراتب نگرده شای عادلی ما نمیشه گمشه اعوذ بالله. این ضربه اساسی را نمیزدستن. او شوجی کارتا درنی مکه در اومد خیرم میره درنی مکه رو میدرونانش میگردم میاد اما پیرخار ایوخی او دیگر نمیشود. یا شهرک $1000 چند زده سایش اعوذ بالله. با مستن علمای ما اوجی میذارم کشکم اعوذ بالله استغفر الله میگه که
مسجد یک جای یک چیزی دولتی است. مسجد خونه الله است. مسجد منبر رسول الله است. مسجد چیزی که الله تو میراثخواه پیامبری. ما میگم میراثخواه پیامبره. میراثخواه پیامبر شمشیر هم داشت، میراث اون هم باشه آخی. چرا شمشیر شما نمیگیرین؟ میگه که در روز آخر زمان اسلام هم خیلی میشه که 40 کی لخچه رو در دست میمونی خیلی میگه میسوزی چقدر مقابلش کو. ما میگفتم که همین لخچه چیله اینا نفهمیدم که لخچه نه، اون شمشیر جوشی بچی دگیه، اون شمشیر رسول الله جوشی بچی دگیه به قپیش میسوزی. آخینا من میگم که سلفی مو سلفی اساسی مو نمی حنفی رو میگم، او حنفی شما رو ما نمیشناسیم. آخه گپی حق گفتن این خیچم جهاد است برادر جان. گپی حق گفتن خودش جهاد است. حضرت امام ابو حنیفه ایروی حق گویش ترمارا بامو ایدنیو کزا شهید چید بیزنیلا ما رو شهید میگیم برای گپی حق را نشید خوزی نشید مفتی یا برای منبر. این هم خیلی کسان که خیلی دقیقی مدعا کنن که با خدا رو دیشه خدا صاف راضی نشه که شما بالای منبر بیین برزیدی مجاهدین برزیدی دین اسلام کار کنن. نعوذ بالله. نه که ما او را ایخی میشناسیم. آیا میگن که مذهب دین حکومت همه ای امام علی است. مذهب امام اعظم نگن، مذهب حنفی نگن، مذهب امام علی بگن. در مذهب درمان ای مذهب در طورش کنم غیر ای مذهب حنفی دیگه مذهب درست نیست. ستیه باید محکمت کنن. اگر سلفی باشه اگر شافعی باشه ممکن نیست. نه که خریستیان شه ممکنه. بسم الله.